آیا ممکن است جایی روی زمین وجود داشته باشد که درختانش برق تولید کنند، شبها با موسیقی و نور زنده شوند و در دل آن جنگل مه‌آلود با یکی از بلندترین آبشارهای سرپوشیده جهان پنهان شده باشد؟ در نگاه اول بسیاری تصور می‌کنند تصاویر این مکان با هوش مصنوعی یا جلوه‌های ویژه ساخته شده‌اند. اما حقیقت این است که چنین جایی کاملاً واقعی است و هر سال میلیون‌ها نفر از سراسر جهان برای دیدن آن به سنگاپور سفر می‌کنند. اینجا باغ است که مرز میان طبیعت، علم و مهندسی را از بین برده است. شاهکار که ثابت می‌کند آینده فقط در فیلم‌های علمی تخیلی نیست، بلکه همین امروز نیز می‌توان آن را روی زمین دید. سلام و خوش آمدید دوستای عزیزم. امروز به یکی از شگفت‌انگیزترین ساخته‌های بشر سفر می‌کنیم. باغ‌های کنار خلیج سنگاپور، مکانی که بسیاری آن را باغ متعلق با آینده می‌نامند. کشور کوچک با رویاهای بزرگ، سنگاپور یکی از کوچکترین کشورهای جهان است و مساحت آن تنها حدود 728 کیلومتر مربع است. با وجود این وسعت کم، این کشور توانسته به یکی از پیشرفته‌ترین و پاکترین کشورهای دنیا تبدیل شود. سالها پیش رهبران سنگاپور به این نتیجه رسیدند که توسعه شهری نباید به قیمت از بین رفتن طبیعت تمام شود. به همین دلیل برنامه بلند مدت آغاز کردند تا سنگاپور به جای شهر با چند پارک به شهر در دل یک باغ تبدیل شود. امروز میلیون ها درخت در سراسر شهر کاشته شده، پشت بام بسیاری از ساختمان ها سبز هستند و باغ‌ها در نقاط مختلف شهر دیده می شوند. اما بزرگترین نماد این تفکر باغ‌های کنار خلیج است. پروژه‌ای که نه تنها چهره سنگاپور را تغییر داد، بلکه به یکی از مشهورترین جاذبه‌های گردشگری جهان تبدیل شد. سالانه میلیون‌ها گردشگر از کشورهای مختلف فقط برای دیدن این مجموعه به سنگاپور سفر می‌کنند و بسیاری آن را یکی از زیباترین باغ‌های ساخته شده توسط انسان می‌نامند. سوال اینجاست که باغ‌های کنار خلیج چگونه ساخته شد؟ در گذشته زمینی که امروز این مجموعه روی آن قرار دارد اصلاً وجود نداشت. سنگاپور با اجرای یکی از بزرگترین پروژه‌های مهندسی خود، بخش از آب‌های خلیج مارینا را با استفاده از خاک و سنگ پر کرد و زمین جدید به وجود آورد. سپس گروه از معماران، مهندسان، گیاهشناسان و متخصصان محیط زیست از کشورهای مختلف سالها روی طراحی این پروژه کار کردند. هدف آن فقط ساخت یک پارک نبود، بلکه می‌خواستند نشان دهند که فناوری می‌تواند به حفظ طبیعت کمک کند، نه اینکه آن را نابود کند. سرانجام این مجموعه در سال 2012 افتتاح شد. وسعت باغ بیش از 100 هکتار است، یعنی فضای بزرگتر از بیش از 130 زمین فوتبال. در این مجموعه هزاران گونه گیاهی از قاره‌های مختلف نگهداری می‌شوند و بسیاری از آنها در شرایط طبیعی هرگز نمی‌توانستند در آب و هوای گرم و مرطوب سنگاپور رشد کنند. به همین دلیل باغ‌های کنار خلیج فقط یک پارک نیست، بلکه آزمایشگاه بزرگ برای نگهداری گیاهان و نمایش فناوری‌های نوین حساب می‌شود. دلیل شهرت این پارک این است که بیشتر پارک‌های جهان تنها مکان برای استراحت یا تفریح هستند، اما باغ‌های کنار خلیج فراتر از یک فضای سبز معمولی است. در این مجموعه معماری مدرن، مهندسی پیشرفته، فناوری هوشمند و طبیعت در کنار هم قرار گرفتند. تقریباً هر بخش از باغ وظیفه مشخص دارد، از تولید انرژی گرفته تا جمع‌آوری آب باران، کنترل دمای گلخانه‌ها و حفاظت از گونه‌های گیاهی کمیاب. این مجموعه علاوه بر زیبایی، پیام مهم نیز دارد. اگر از دانش و فناوری به درستی استفاده شود، میتوان شهرهای ساخت که هم مدرن باشد و هم به محیط زیست احترام بگذارند. در بخش بعدی به سراغ مشهورترین نماد این باغ می رویم. درختان غول‌پیکر که شبها مانند موجودات زنده می درخشند و روزهای شگفت‌انگیز در دل خود پنهان کردند. سوپرتری ها یا درختانی که از آینده آمدند. اگر از مردم بپرسید مشهورترین بخش باغ‌های کنار خلیج چیست، بیشتر آنها بدون تردید از سوپرتری ها نام میبرند. سازه‌های غول‌پیکر که از دور شبیه درختان فضایی به نظر میرسند. ارتفاع این سازه‌ها بین 25 تا 50 متر است و بلندترین آنها تقریباً اندازه یک ساختمان 16 طبقه‌ای است. در این مجموعه 18 سوپرتری وجود دارد که هر کدام طراحی و وظیفه خاص خود را دارند. اما نکته شگفت‌انگیز اینجاست که این درختان فقط یک اثر هنری نیستند. بدن آنها با بیش از 150,000 گیاه زنده از صدها گونه مختلف پوشیده شده است که روی این سازه‌ها رشد می‌کنند و آنها را به باغ‌های عمودی عظیم تبدیل کردند.
این سوپرتری ها در واقع سازه های هوشمند هستند. روی بعضی از آنها صفحات خورشیدی نصب شده است که انرژی نور خورشید را به برق تبدیل می کنند. این برق برای روشنایی شبانه و بخش از تجهیزات مجموعه استفاده می شود. و همچنین طراحی آنها به گونه‌ای است که آب باران را جمع‌آوری می کنند. این آب را پس از تصفیه برای آبیاری گیاهان و بخش‌های از مجموعه دوباره استفاده می شود. برخی از این سازه ها حتی به سیستم تهویه گلخانه ها متصل هستند و در گردش هوا و کاهش مصرف انرژی نقش دارند. به همین دلیل سوپرتری ها فقط نماد زیبایی نیستند، بلکه نمونه واقعی از فناوری های سازگار با محیط زیست به شمار می روند. یکی از هیجان انگیزترین بخش های این مجموعه بازی به نام OCBC اسکایوی است. این پل معلق در ارتفاع حدود 22 متری زمین چند سوپرتری را به یکدیگر متصل می کند. بازدید کنندگان می توانند روی این مسیر قدم بزنند و از بالا منظره خیره کننده ای از باغ، خلیج مرینا و آسمان خراش های سنگاپور را تماشا کنند. در روز منظره سرسبز و آرام پیش روی شماست، اما شب همه چیز تغییر می کند و شهر با هزاران نور رنگارنگ می درخشد و با غروب خورشید باغ‌های کنار خلیج چهره‌ای کاملا متفاوت پیدا می کنند. سوپرتری ها با میلیون ها چراغ LED روشن می شوند و نمایش معروف به نام گاردن رپسودی آغاز می شود. در این نمایش نورها کاملا هماهنگ با موسیقی تغییر می کنند. رنگ ها، شدت نور و الگوهای روشنایی به طور مداوم عوض می شوند و درختان غول‌پیکر را شبیه موجودات زنده جلوه می دهند. تماشای این نمایش رایگان است و هر شب هزاران نفر روی زمین دراز می‌کشند یا روی چوکی‌ها می‌نشینند تا این صحنه تماشایی را از نزدیک ببینند. بسیاری از گردشگران می‌گویند این نمایش یکی از زیباترین خاطرات سفرشان به سنگاپور بوده است. حالا وارد یکی از عجیب‌ترین ساختمان‌های این مجموعه می‌شویم. جایی که یک آبشار عظیم، گیاهان کمیاب و هوای خنک احساس قدم زدن در دل کوهستان‌های استوایی را برای بازدید کنندگان ایجاد می‌کند. جنگل ابری، جایی که ابرها روی زمین زندگی می‌کنند. پس از تماشای سوپرتری‌ها وارد یکی از شگفت‌انگیزترین بخش‌های باغ می‌شویم. ساختمان عظیم از شیشه و فولاد که از بیرون شبیه یک صدف غول‌پیکر به نظر می‌رسد، اما درون آن دنیای کاملا متفاوت پنهان شده است. این بخش کلاود فورست یا جنگل ابری نام دارد. با محض ورود هوای گرم و مرطوب سنگاپور جای خود را به نسیم خنک و مه‌آلود می‌دهد. دلیل این تغییر سیستم‌های پیشرفته کنترل دما و رطوبت است که شرایط کوهستان‌های استوایی را شبیه‌سازی می‌کنند. بزرگترین شگفتی این گنبد آبشار حدود 35 متری است که از بالای کوه مصنوعی به پایان فرو می‌ریزد. این آبشار یکی از بلندترین آبشارهای سرپوشیده جهان به شمار می‌رود و علاوه بر زیبایی و خنک نگه داشتن فضای داخلی نیز کمک می‌کند. سفر از دل کوه تا میان ابرها در مرکز این گنبد کوه مصنوعی ساخته شده است که سراسر آن با هزاران گیاه پوشیده است. بازدید کنندگان ابتدا با آسانسور به بالاترین نقطه می‌روند و سپس از طریق مسیرهای مارپیچ و پل‌های معلق آرام آرام به سمت پایین حرکت می‌کنند. در طول مسیر از میان صخره‌ها، آبشارها و گیاهان کمیاب عبور می‌کنید. به همین دلیل بسیاری احساس می‌کنند در یک جنگل واقعی در ارتفاعات قدم می‌زنند. در کنار جنگل ابری گنبد بزرگ دیگر نیز قرار دارد که به نام گنبد گل یاد می‌شود. این سازه نیز یکی از بزرگترین گلخانه‌های شیشه‌ای بدون ستون در جهان است و هزاران گونه گیاهی از نقاط مختلف جهان را در خود جای داده است. در این گنبد بازدید کنندگان می‌توانند در مدت کوتاهی از میان باغ‌ها با حال هوای مدیترانه‌ای، بیابان‌های خشک، دشت‌های گل اروپا و مناطق نیمه خشک جهان عبور کنند. درختان زیتون چند صد ساله، درختان بائوباب آفریقایی، کاکتوس‌های عظیم، گل‌های رنگارنگ و صدها گیاه نادر تنها بخشی از شگفتی‌های این مجموعه هستند. سپاس فراوان از تک تکتون که تا پایان با ما همراه بودین و یک تشکری خاص از حمایت شما. تا برنامه بعدی و یک موضوع دیگر، خداوند یار و مددگارتان.